میگم با دوستان محلی زیبای ظریفان و همه شما رو با طور زیبای کاخلوتی شهر بختر خیر مقدم گفته برایتان دیسای با فراغت تمام میگیریم و نگفته نماند که با ابتکار مقامات اجرایی حکم دولتی شهر بختر و رابطه کاخلوتی شهر مذکور محفل ظریفان تأسیس یافته است و نگفته نماند که محفل ظریفان بین مؤسسات تعلیمی و لیسه شهر بختر تحت عنوان جوانان پیروی پیشوای ملت بخشیده بر روز کنستیتوسیون جمهوری ترکستان و سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بخشیده شده است. مقصد اساسی محفل ظریفان را گفتن میگذاریم تربیت جوانان در روی وطن دوستی گرامی داشت و حفظ استقلالیت دولت تاجیکستان، پیشگیری نمودن جوانان از حرکت‌های اجتماعی و احساس صداقت به وطن، چنین در نهاد آنها پروردن حس وطن دوستی، بلند برداشتن فرهنگ لباسپوشی در بین دختران، پیشگیری نمودن جوانان از کردن حزب و حرکت‌های خاراکتر اکستریمیستی داشته میباشد. و دوستان عزیز و برای شما در آزمون تنها خوانندگان صفای بالایی مؤسسات تعلیمی رقمی شهر لیسه‌ها و مؤسسات تعلیمی تا 20 نفر راه داده می شود. شرط‌های آزمون همین است: صدانامه از 5 تا 7 دقیقه، صحنه‌چه حجبی از 5 تا 10 دقیقه، تقلید با سرود این یا هنرمند از 5 تا 10 دقیقه، رقص گروهی تا 8 دقیقه در اجرای 8 نفر می باشد و شرط نهایی باشد پیشنهاد فرهنگ لباسپوشی. دوستان عزتمند، حالا اعضای حکمان را برای شما معرفی خواهیم کرد و دسته که امروز دعوت شدند روی صحنه خواهیم خواند. رئیس کمیسیا سیدزاده آتاخان، دیرکتور تئاتر ولایتی موسیقی مسلکی بانو تمام جانب شهر بختر، دارنده افتخارنامه پیشوای معظم ملت، عثمان بلالی شاعر، سردار شعبه فیلم‌های هنری ریاست مؤسسه دولتی تاجیک فیلم در ولایت ختلان و همزمان نماینده شعبه معارف شهر بختر عبدالجبار و گلناره، همزمان معاون دیرکتور مکتب صنعت بچگانه شهر بختر استاد حیدر غایب نظر می باشد. با همه شما اعضای حکمان معرفی شد. امروز در مهمانی ما هستند دستاندرکاران مؤسسه تعلیمی رقمی 14 شهر بختر. دسته مؤسسه نام گرفته است گلستان و شرط اولی محفل ظریفان همین است: سلامنامه. با قرضک‌های زیبای استقبال می‌گیریم دسته گلستان در اجرای سلامنامه. چی شد؟ امشب در تلفن من یک پیامک اومده است که خورشیده عشق کودکی من تو رو ده. بالایه دیلا کشایفتی. ما باید بابا جان دیر کدومه بومرم مخفی ظریفان پولیسی سوکا میزانه. پیشا تا نگاه کنی نه نشود؟ یه چی بداینه که دا بختر شده سوکا امبر نداری. نکده الکتریکا. و نکچن کنک چی؟ نکده سانتفنیکا. ای میرم اگمی. بیاد گناه جان یک سیلفی کنه. بختر خشو ممکنه قدید یک رسمی خودی رو بگیریم؟ بچه یک شلاقی خودت میدانی که
лайлак бо кабутар якҷо шуда наметавонад. Агар нема кабутар рафтам. بیا بمیشه نداشت که محفلی زریفان سرشی سلام حکمام انگلیسی ها سلامی مازی احترام بر شما سلامی گوی ما عرفی و انجام و کلی استادان و فرهنگیان ریاضای حکمان جمعیار و دوستان خوش آمدید همگی و محفلی زریفان ریاضای حکمان جمعیار و دوستان خوش آمدید همگی و محفلی زریفان مرحبا حقیقت و حسین بگیم دسته گلستان را دوستان عزتمند همه ما شما شاهد اجرای شرط اولی محفل زیبای ظریفان دسته گلستان بودیم. بازم خواهش از آن میکنیم که به شرط طلبات های محفل ظریفان توجه خاصه کنند و تا اونی که اعضای حکمان به شرط اولی محفل زیبای ظریفان برگزاری سازند. از دستاندرکار دسته گلستان خواهش میکنیم که شاید برنامه غیر کانکورسی داشته باشند، پیشنهاد علی‌تعالی سازند. مرحمت. چی باشم جوان ما باید کنجا برو برنامه کنم وطنی ما جهان ما هفته سیفتو رای توری پرچم و bayrak مرا یک خواه متاکی باشم ما بخیرت حقیقتاً دمار بدن و البته مردندن این شیاری مای ای هم وطن خمتستن بلوکی جوانم من نتوانم گفت دنیای من پر از جوانی کجا زمانم من نجا که بمانم آنجا پر از جوانی نادانی جوان بهتری مردانی تو چه که نخوری دوست داری زمانی مادری برنامه بگم جوانی Dunia, 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 dunia,
مثل کوهی وطن ما سربلندیم وطن ما داریم و بحری وطن همچون فرزندیم نامداری وطن نامبرداری وطن در جهانیم نیروی آینده اساسی ملت ما جوانیم ما میتونیم هم داروی تاریخی قدیم ما استوار بالای باده جای خیلی کوهی هستیم فردای این ملت و دی وطنی توی من به نهایت دوستش میداریم همه وقت بود نیت آنجا گلزار و آبادک هر جایی که مایه تمامی جهان در فرمانده صاحبی داشت مایه فرهنگی بای ملتی بای هم قدمی سرمونه من فرزندی یکیونه ای وطن و درمونه کس نباده خودت بگه انتخاب یکم امتحان استخاب دارم میکنم افتخار چرا به روشنی درم ندیلی ما جوانی یعنی وطنم جوانه قدمی من از در خبر برم به منو یعنی وطنم جوانه یعنی ما میکنم حرکتو که وطنی مردمو بکنم فخر به تاجیکستان ما بودی مرگی مدنی ما میریم مانی بر شیاری ماینه هم وطن هم تزن دور از جوانی جوانه روزا پیروی بشماری میرم دور از جوانی دوستان عزتمند یک دوباره از آن میشویم که باعث تعلیم رقم 14 شهر بختر اولین اشتراکی محفل ظریفان می باشد و در آغاز کشاده شوی این موسم آزمان اولین شده روی صحنه آمدن و اینک رو به جایبی از حکمان میاریم برای برگزاری بسلنامه دسته گلستان. مرحبا 4 5 4